می‌خواهم داستان مشکلی را که اینتل در پاییز سال 1994 در مورد مهمترین فرآورده و کشتی سرفرماندهی خود یعنی پنتیوم با آن دست به گریبان بوده بازگو کنم. پنتیوم توانمندترین ریز پردازنده رایانه‌ای که تا آن زمان ساخته شده. اما فصل 1 رو میریم که با هم دیگه شروع کنیم. ابتدا تیتر هر فصل رو برای شما میخونم و بعد فصل 1 رو شروع میکنم و تا جایی که زبان به من اجازه بده براتون میخونم. فصل 1 چیزی دگرگون شده است. فصل 2 نیروی دگرگونساز 10 برابر. فصل 3 شکل‌گیری صنعت رایانه. فصل 4 همه جا حضور دارند. فصل 5 چرا خودمان انجامش ندهیم؟ فصل 6 نشانه راهنما یا گمراه کننده. فصل 7 به آشفتگی میدان بدهید. فصل 8 مهار آشفتگی ها. فصل 9 اینترنت نشانه راهنما یا گمراه کننده، نوید یا تهدید. اما فصل 1 با این جمله شروع شده: قانون‌های تازه اکنون نیرومندتر شده‌اند. آنچنان نیرومند که نزدیک به $500 میلیارد هزینه روی دست ما گذاشتند. من به منظور دوری موقت از کارم در سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اینتل کار تدریس نیمه وقت در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استنفورد را پذیرفتم. موضوع درس مدیریت راهبردی است. روش کار من و همکارم پروفسور روبرت بکمن چیزی است که درست پس از پایان تدریس در هر نشست از روی فهرست نام‌ها دانشجویان را مخاطب قرار می‌دهیم و تا هنوز خاطره‌ها تازه است برداشت هر یک را از موضوع مورد بحث می‌پرسیم. در روز 22 نوامبر 1994 سه‌شنبه پیش از روز شوک‌گذاری بحث ما در کلاس به درازا کشید و تصمیم داشتم تا به شرکت اطلاع دهم که امروز با آنجا سر نخواهم زد. در همان هنگام زنگ تلفن به صدا درآمد و از دفتر کارم مرا می‌خواستند. مدیر روابط عمومی با من کاری فوری داشت. او می‌خواست خبر بدهد که گروه خبرنگاران شبکه تلویزیونی CNN در راه آمدن به شرکت اینتل هستند. آنها از وجود اشکالی در بخش نماد علمی یا ممیز شناور پردازنده پنتیوم آگاه شده بودند و می‌خواستند موضوع را آفتابی کنند. در اینجا بایستی کمی به گذشته برگردم. این نخستین نکته درباره شرکت اینتل است. در سال 1994 اینتل بزرگترین سازنده تراشه‌های رایانه بود و درآمدش از این فرآورده به بیش از $10 میلیارد می‌رسید. شرکت